من خیلی خوشحالم الان که دارم اینستاگرام رو نگاه میکنم میبینم که خیلی از بچه‌ها اینفلوئنسر خیلی حرفه‌ای دارن کار انجام میدن و لذت میبرن. یعنی به جای حسادت لذت میبرم. این فضا خیلی رقابتیه که بچه‌ها حالا از روی همدیگه سعی میکنن که خیلی بالاتر برن. ولی من الان تصمیم بر این گرفتم که آیتم سازی بکنم با کمک آقای کارگردان که بتونم یه سریال اینستاگرامی و هم یه سبک فیلم برداری بکنم که بفرستم برای جشنواره، هم داخل اینستاگرام واسه مخاطبینم به نمایش بذارم. چه جالب. و این ریسکو به جون می‌خرید که این اتفاق جدید رو رقم بزنی؟ بله و خیلی لذت می‌برم. من واقعا کارهای این سبکی ساختن رو خیلی دوست دارم. حالا قبلا این مدلی بود که آیتم‌ها جداگونه بود، یعنی محتواهای کوتاه، ولی دیگه الان حالت سریال سازی میشه دیگه، فیلم کوتاه باشه. خیلی جذابه. چه خبر خوبی. و اینکه شما رو در قامت بازیگرش قرار صرفا ببینیم یا کارگردانیش هم نویسندگیش هم به عهده میگیرین؟ جفتش، هم نویسندگی هم بازی. خیلی